رفقا سلام. موتور آکیلی که مراجعه کردن، موتور مال سال 99، هیچ سرویس رو موتور از سال 99 انجام نشده. کلاج موتور رو باز کردیم، تمام لوازم مصرفی موتور خراب شده و قابل استفاده نیست. بلوکه انژکتور موتور که باید شستشو بشه. موتور کلی کار داره. لوازم موتور که تقریبا همه چیشو باید تعویض کنیم. تصمیم و ساچمه، فیلتر هوا، روغن و روغنگیر بوکس، کاور اگزوز، وزنه‌های فرمون، دست فرمون، لنت عقب و جلو، راهنماهای عقب و آینه. این هم ست فلاپ موتور که خودمون واسهشون تهیه کردیم. جلوبندی موتور هم که موتور تصادف داشته و باید بره تراشکاری. همراه ما باشید. چشم قشنگ من رنگی رنگی کردی، موی مشکی تو یه چتر زد رو پیشونیته که میبره دلو، یکم بخند تو دل برو. گرفتم دست کم رفتی دستی تو